سلام، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدین. امروز میخوایم ساندویچ گوجه درست کنیم که در واقع مثل همون نون پنیر گوجه است، فقط با مایونز و پیاز داغ. پیاز مثلا کاراملایز درست کردیم و گوجه رو خرد کردیم. پیازچه رو قسمت سفید و سبزش رو جدا میکنیم، اون هم خرد میکنیم. شیوی رو هم برای با سس مایونز میخوایم که بعدش به سس میتونیم نمک و فلفل اگه دلتون خواست اضافه کنیم، ولی سس مایونز به اندازه کافی مزه داره به نظر من. اینجا در پس زمینه داشتم فیلم میدم و خوب میکردم و داشتم توضیح که من آدم مولتی کنی هستم. بعدش هم پیازچه های قسمت سفیدش رو اضافه کردیم، آب نارنج میریزیم به پیازمون، نون رو توست میکنیم و دیگه وقت اسمبل کردن ساندویچه میتونه شده. یکم هم پیازچه اضافه میکنیم برای پیزا است و بعد اون رو هم تستش کنیم. خوشمزه است، عجیبه ولی خوشمزه است. و خوشحال میشم سابسکرایب کنیم به چنل.